سلام دوستان، ممنون که ویدیو منو تماشا میکنید. این ویدیو آموزشی هستش و در مورد بازار تهرانه که چرا نباید از اونجا بار بگیریم و یا چطور بار بگیریم. پاساژ تهران دارای کوچه های توترتو، پاساژ های متنوع و بالا و پایین زیاد داره و اینکه تردد موتورسیکلت هم تا ساعت 4 و 5 غروب ممنوعه مگه اینکه آشنا داشته باشید. کوچه مروی رو اصلا سمتش نرید چون شلوغ ترین کوچه های بازاره و پر از پاساژ و به اصطلاح دالونای مختلف هستش. قسمت سمت چهارراه سیروس هم به همین ملوا که ممنوعه مگر اینکه بارو براتون بیارن همونجا. قسمت بازار سید اسمال هم که یکی دو تا نگهبان ناجور داره، اصلا نمیذاره وارد شید یا یه وقتایی اگه میخواید وارد شید حتما با هماهنگی باشه چون دچار ممکنه داستانایی بشید که روزتون رو خراب کنه. بازار 15 خرداد سوای از این که تو این تصاویر که شما میبینید خلوته، کلا در هم بر همه و سگ صاحبش رو نمیشناسه. و پامنار هم که بهتون نگم چجوریه، خودتون کامل در جریانید. قسمت شوش، میدون شوش، بازار چینی و بلوریجات رو اصلا نرید چون اینا انقدر شلوغه و پاساژهای زیادی داره و وقتتون رو بسیار میگیره و باراشون هم حساس و شکستنی. قسمت بالای بازار خیابون ملت و اکباتان هم که معروفه به پاساژها و کوچه های تنگ و باریکش و اینکه بارای ممکنه بهتون بخوره که حساس باشن، مثل چراغ ماشینای لوکس، چراغ ماشینای خارجی و خلاصه اینکه یه سری قطعاتی بهتون میدن که حساس هستش و اینکه وقتتون ممکنه اونجا زیاد بگیره. تو این تصویر هم میبینید که پاساژ کاشانی اینجا خلوته، روزای دیگه واقعا دیگه اصلا جا نیست شما بتونید اونجا موتورتون رو پارک کنید و داستان داره. خب در کل میخوام براتون نتیجه کامل رو بگم چرا نباید بار بگیرین، چون معطلی داره. معطلی که یعنی هماهنگی نشده، هماهنگی شده پول نداده طرف و یک سری داستانهای دیگه. عدم دسترسی به اون نقطه‌ای که میخواید با موتور سخته و شاید لازم باشه یه جایی رو پیاده برید. قبلا هم گفتم ممکنه بارای حساس بهتون بدن مثل چراغ ماشین که مثلا 60 میلیون پولشه و شما خبردار نباشید و این خودش یه جوری احتیاطه که من میگم هیچ وقت این بارا رو قبول نکنید. احتمال جریمه شدنتون تو این محدوده بازار زیاده، حتی اگه خودتون رو موتور نباشی یا موتور پارک شده باشه. و مهمترین قسمت داستان زمانی که این بارا از شما میگیره ممکنه خیلی طولانی باشه و یا ممکنه خیلی هم کوتاه باشه، ولی بیشتر طولانیه تا کوتاه و ممکنه روزتون رو خراب کنه. و اما خب مزایاش هم اینه که شما میتونید پرش کنی به یه منطقه مسکونی و خلوت مثل بالای شهر تهران، شرق یا غرب، حالا هر کجاش که اینکه راحت تر برید. ولی خب خارج شدن از محدوده بازار خودش یه ربع 10 دقیقه زمان لازم داره. یکی از خوبی بازار اینه که شما میتونید همزمان یه دونه تپسی، الوپیک و یا حتی اینکه باری خود طرف بهتون بده بگه اینم یه مقصد دیگه است میبری یا نه، این هست و خب این درآمدتون رو دوبل میکنه و تقریبا به همه جای تهران هم بار دارن. این قسمت بازار این نیست که شما بدون بار بمونی یا بار دومت با بار اولت نخونه. و آخرین گزینه اینه که شما میتونی یه مسافر سر راهت سوار کنی، البته باید زرنگ باشی که با مقصدت یکی کنی و درآمدش رو به جیب بزنی. ممنون که با من همراه بودید. ویدیو مختصر بود ولی در آینده ویدیو بهتر و تخصصی تر میذارم. ممنون از توجهتون. لایک یادتون نره، پرسش و سوالی داشتید توی نظرات بهم بگید جواب میدم و اینکه سابسکرایب یادتون نره.